سلام دوستان گل. امروز میخوام 5 ترفند برای موفقیت در کار بهتون یاد بدم که اگه این 5 کار رو انجام بدی هرگز ورشکست نمیشی تو کارت و همیشه موفقی. 1. تعیین هدفهای واقع پسندانه و قابل اندازه گیری. یعنی چی؟ برنامه ریزی نداشته باشی هرگز به هدفت نمیرسی. هدفت باید مشخص قابل اندازه‌گیری باشه و اگه هدفت مشخص قابل اندازه‌گیری نباشه هرگز موفق نمیشی. پس هدفهای واقع پسندانه و قابل اندازه‌گیری داشته باشین همیشه. 2. توسعه مهارت‌های مرتبط با کار داشته باش. چه جوری؟ برای اینکه در کار موفق باشی، برای موفقیت در هر کاری باید مهارت‌های لازم اون شغل رو داشته باشی و همیشه اطلاعاتتو در رابطه با کارت بروز کنی. 3. ساماندهی و مدیریت زمان. چجوری؟ زمانمون رو مدیریت کنیم. مدیریت زمان یه مهارتیه که برای موفقیت در هر کاری ضروری و واجبه. پس تعیین اولویت‌ها، برنامه ریزی مناسب، استفاده بهینه از زمان به شما کمک میکنه که بهره‌وری بیشتری داشته باشید. ایجاد یک برنامه کاری محکم و متعادل که زمان کافی برای کار، استراحت و تعامل با دیگران نداشته باشه اهمیتی نداره. 4. ارتقاء ارتباط مؤثر. در محیط کار ارتباطات مؤثر و مفید با همکاران، مدیران و مشتریان بسیار ارزشمنده. توانایی ارتباط مؤثر، گوش دادن فعال، ارتباط دوستانه و حل مسائل مشترک میتونه در موفقیت در کار کمک شایانی به شما بکنه. 5. ادامه یادگیری و توسعه شخصی. برای موفقیت در کار همیشه باید در تمام زمینه‌ها به روز باشیم. هیچ وقت یادگیری رو نباید تعطیل کنیم. یادگیری مهارت‌های جدید، به روزرسانی دانش فنی یا صنعتی، شرکت در دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، خواندن کتاب‌ها و منابع مرتبط به کار خودتون رو باید انجام بدین. توسعه شخصی و بهبود مهارت‌های ارتباطی، مدیریت استرس، رهبری و همکاری بسیار در رسیدن موفقیت مفید و مؤثره. موفقیت در کار یه فرایند طولانی و نیازمند پشتکار و تلاش مداومه و انگیزه قوی میخواد. همچنین تجربه اشتباهات و شکست‌ها نیز جزئی از مسیر به سوی موفقیت و میتونه به شما در تجربه یادگیری و رشد کمک کنه. پس همیشه از شکست‌ها ناراحت نشوید و از موفقیت‌ها هم مغرور نگردین. موفق و پیروز باشید.